دوست داری سریع و تو چند دقیقه سود کنی؟ با استراتژی اسکالپینگ میتونی در کوتاه‌ترین زمان از نوسانات بازار سود بگیری. اما چطور؟ اسکالپینگ یعنی چی؟ این استراتژی برای تریدرهای مناسبه که میخوان سریع از نوسانات کوچک قیمت سود بگیرن. در اسکالپینگ معاملات در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه مثل 1، 3 یا 5 دقیقه انجام میشه. چرا اسکالپینگ جذابه؟ چون تو هر لحظه از بازار حتی با نوسانهای خیلی کوچک میتونی سود کنی. اما یادت باشه این استراتژی برای کسایی مناسبه که سریع تصمیم میگیرن و آماده انجام معاملات پشت سر هم هستن. حالا چطور اسکالپینگ رو اجرا کنیم؟ تایم فریم رو روی 1 دقیقه تنظیم کن. از اندیکاتورهای تکنیکالی مثل EMA و RSI استفاده کن. ابزارهای حد ضرر و حد سود رو هم فراموش نکن. تریلینگ استاپ بهت کمک میکنه که سودت رو دنبال کنی و به موقع از معامله خارج بشی. اسکالپینگ نیاز به سرعت عمل و تصمیم گیری دقیق داره. اما چیزی که بیشتر از همه مهمه روانشناسی اسکالپینگ هست. تو باید همیشه احساساتت رو کنترل کنی. نباید با هیجان یا ترس وارد معاملات بشی. چون هر تصمیم احساسی میتونه باعث از دست رفتن سود بشه. البته اسکالپینگ بدون ریسک نیست. هر معامله‌گر باید بدونه که نوسانات لحظه‌ای بازار میتونه به سرعت تغییر کنه. برای همین همیشه باید مدیریت ریسک داشته باشی و با حجم‌های کوچکتر شروع کنی. اگه دوست داری بیشتر در مورد این استراتژی بدونی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی ما رو ببین. پس آماده ای که اسکالپینگ رو شروع کنی؟ به بازی سرعت وارد شو و سودهای سریع رو تجربه کن.